انشاءالله خدا خد دویم موضوع نمیگذاریم. دویم موضوع انشاءالله موضوع ذکر، یاد کردن الله سبحانه و تعالی. عزیزان من، بعض عبادت ها هست که عزیزان من به طهارت انشاءالله عبادت کرده میشه. به طهارت، همین به طهارت عبادت کردن این ذکر است. الله سبحانه و تعالی به یاد آوردن بنده است انشاءالله خدا خد. معنای ذکر یاد کردن الله سبحانه و تعالی. الله تعالی در چند جای قرآن برای ما شما امر میکند. در سوره طه آیت 14 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقیم الصلاة ذکری، میگد برپا کن نماز برای ذکر کردن من، برای یاد کردن من. میگد الله سبحانه و تعالی چیکار کن؟ یعنی عبادت کن، نماز برپا کن. الحمدلله ما و شما 5 وقت نماز میخونیم انشاءالله. از سرچشمه طهارت کشیدم الله ذکر کردن میگیریم یا نمی؟ از سرچشمه طهارت تا نماز ادا شدنش چیکار میکنیم؟ الحمدلله ذکر میکنیم. لیکن ذکر انشاءالله خدا خد فایده چی است میدانید؟ پیش اکثر مشایخ ها، عالم ها، مبادا یگان جوان روان گوان که حضرت اولین کاری من چی کار کنم؟ میگد الله به یاد بیار. یعنی ذکری لا اله الا الله محمد رسول الله بگو. برای چی؟ چون که پیغمبری بزرگ گفتن که افضل الذکر لا اله الا الله و افضل الدعا الحمدلله. بهترین ذکر چی است؟ کلمه لا اله الا الله است و افضل ترین دعا الحمدلله است. عزیزان من، پیغمبری بزرگوار میگن من آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی را که در دم مردنش آخرین کلمش لا اله الا الله شود و جنتی است. برای همین انشاءالله خدا خواهد کلمه لا اله الا الله دائم انشاءالله خدا خواهد ذکر کن. پیغمبری بزرگوار صحابه را گفتند ای صحابگان من، مبادا از یگان باغچه های جنت گذرین از وی چی گفتن؟ میوه هاش بخورین. گفتن صحابه حیران شدن، گفتن یا رسول الله در این دنیا باغچه های جنت در کجا است؟ گفتن در کجایی که گفتن حلقه ذکر است و باغچه های جنت تشکیل می شود. گفتن مقصد از میوهاش خوردن که شما هم چیکار کنه؟ همراه شین، شما هم یک جای بای ها ذکر الله کنین انشاءالله خدا خواهد. یک اعرابی میگه پیش پیغمبر محمد علیه السلام اومد. اعرابی گفته که یک وادی نشین، یک دشت کلون شدگی جوان میگن، چون که در دشت کلون شدگی جوانا همش قوپال میشود، همش درست سخن میشوند، همش گفت یک گپ دنگل بزرگی میشوند. حتی صحابه میگن بعض مسئله را ما از محمد پرسیدن استحاله میکردیم که آیا وزمینش نتاد دیگر پایسته میتونه. میگه کدام یک اعرابی بیاید و سوال دنگل بتید. میگه صحابهاش بودن، یک اعرابی اومد گفت میگه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، من گفت عمل های شریعت بسیار شد امروز، طاعت، عبادت، ذکر و ها کذا، من میخوام که یک سبکترین عبادت برای من یاد تی. گفت بچم، گفت میدانی، گفت زبان تا گفت به نام الله تر کن، یعنی دایم الله 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 گفته گرد. من گفتم ذکر. بینید همین پیامبری بزرگوار توصیه کردم ما و شما هم انشاءالله خدا خواهد خستیم، شیشتیم، خو رفتیم، کار کردیم، انشاءالله الله از زبانت کنده نکن. گفتیش بهادین نقشبندی که دست بکار دل بیار، دست کار کردن میگیرد، دل ذکر الله کردن میگیرد. الله گفته تیش ازن، الله گفته خدا خواهد اوقات گیر، الله گفته خواب را، الله گفته خیز، الله گفته خدا خواهد چی عملی که دارید الله گو انشاءالله خدا خواهد. انشاءالله دائم نام الله خدا خواهد. برای چی؟
اکثر مشایخ ها گفتن که ذکر الله کنه، چون که دل انسان وقتی که زنگ میچپد، زنگ میپیچد، دل انسان زنگ شد تازه میکرگی این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزان من، چون که هر یک دل ما و شما گناه که میکنیم، انسان یک گناه کند یک نکته در دلش پیدا می شود، دو گناه کند دو نکته پیدا می شود، سه گناه کند سه نکته، آخر عاقبت تمام دل ما و شما که سیاهی که پیچیده که گرفت، ما از رحمت خدا دور میشیم. مسجد را بد میبینی، بعد عالما را بد میبینی، بعد قرآن را بد میبینی، بعد وقتی که دل چی از گناه زنگ پیچید، همین زنگ تازه میکنگی، تاکید میکنگی، میدانی چی است؟ یعنی انشاءالله خدا خواهد الله هست. پیغمبر بزرگوار گفتن ذکر الله شفاء فی القلب، کسی که ذکر خدا را میکند در دل و شفای. کدام دل کسلایی که هستی دلت کسل باشد، امروز اکثر آدم ها دل کسل هستند، همه دل کسلان ما توصیه میکنیم که دائما الله گفته گردد، انشاءالله دلش کسل تزک میشود. چون که پیغمبر بزرگوار گفتن که یعنی نام الله ذکرش قلبان را شفا میبخشد. لکل داین دواون. عزیزان من، هر یک در دوا دارد. دوای بهترین چی بوده است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزان من، اگر خواهی که دلت نقش شود، خواهی که دلت روشن شود، خواهی که به الله نزدیک شوی انشاءالله. عزیزان من، حضرت پیغمبر بزرگوار میگد من شب معراج میگد برمدم با ابراهیم از زیارت کردم، هفتم مقام آسمون جای حضرت با ابراهیم علیه السلام ای. بعد میگد با ابراهیم گفت میگد از محمد از جانب من بر امتات سلام گو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب گفت، بعد از این گفت بگو شو گفت، دائم گفت چیکار کنن؟ ذکر الله کنن. گفت میدانی، گفت در جنت گفت ناز و نعمت بسیار است، گفت انهارا آبای شیرین جاری است، دریای عسل است، دریای عزیزان من خمر است، دریای انشاءالله شیر است، دریای آب است. لیکن گفت همون مقام گفت یعنی درختاش گفت می سبزوندگی این ذکر الله هست. گفت عزیزان من، 4 ذکر است: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله والله اکبر. 4 تا ذکر کسی که گفت کنه در جنت بنا میوه درختا میشنوندن. عزیزان من، کسی که این ذکرها را میکنه انشاءالله هر باره که سبحان الله میگوی، هر باره که الحمدلله میگوی، در جنت بنام درخت انگور و انار و انجیر شنانده میشه. عزیزان من، در همین جا خدا خواهد جنت یعنی دام شستراید بکنی همین جنت. پیغمبر بزرگوار گفتن الدنیا مزرعة الاخره، یعنی دنیا کسزاری آخرت ای. همه دنیا نمیکاری چی خوبی ای چی بدی ای، انشاءالله اونجا خدا خواهد اجرش میگیری. زراعتگاه دنیا جای کشته ای، عبادت قیمتی باقی بیشته. عزیزی من، همه دنیا نبکار خوبی ای، بعدی کاری انشاءالله بعدی میگیری. آوره نشو، زی نیکی رویت، زی بعدی آوره نشو. اگر گناه کاری، زناگر شوی، عرقخور شوی، دوز شوی، قمارباز شوی، آدم کش شوی، پرستنچک شوی، فقط جا دوزخ ای. اون مکانی که خدا حبس خانه دارد دوزخ گفته که جا همونجا می پرتاید. اگر طاعت کنی، عبادت کنی، راه خوب بگیری، از گناه ها پرهیز کنی، انشاءالله خدا خواهد جنت میره. گفتی مولوی اینجا کار آنجا نخل بردار، تا که شوی سرفراز از فضل غفار. میگد اینجا کار که میگد اونجا میوهش در جنت میگیری. بعد عزیزانی من، خدا خواهد زی مکافات عمل غافل مشو، گندم ز گندم روید و جو ز جو. چون این میگوید پیری معنوی، هر چی کاری همان بیدروی. ایاد نبرار در بار کچکه کاریده جواری نگرفته است، شالی کاریده خدا خواهد ارپا نگرفته ساده، بلکه همسته میگیری همین دنیا نکرگی عملت موافق جواب میتی پیش الله. داره خیال نکن، این دنیا صاحب داره، این صاحبش الله هست. عزیزی من،
از یاد الله نمون انشاءالله. خدا خواهد دائم الله ذکر کن، دائم عبادتش خدا خواهد بجا بیار، دائم 5 وقت نمازاش بخون انشاءالله. خدا خواهد عزیزی من، خدا خواهد از خدا بترس، از گناه کن پر تا گناه خدا خواهد انشاءالله. الحمدلله امروز اکثر جوانای ما شما رو به طاعت آورد، رو به عبادت آورد. الحمدلله به عدد شکر. لیکن از یاد از خدا دور نشو. شیخ محمد صادق محمد یوسف کتابش مطالعه کردم. وقتی که گفته انسان راه میبره با ماشینش، وقتی که گایه میبینه گفته چپ راسته در الله بایدش میزنه. الله جان کار که پروام نیست، الله جان لا لا میگه گفته. بعدی خدا خود با ایوه گذاشت، خدا را فراموش میکنه. که بلا زند بعد الله میگو. الله در همه حالت گو. خدا در سوره بقره 152 آیت چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم. بس من یاد کنه منم شما را یاد میکنم. عزیزی من، خدا فرمان داده شده. در دیگر جای قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای آنانی که میگه ایمان آوردیم به یگانگی من و ایمان آوردیم به روز قیامت، هر وقت من یاد کنه، چی روزانم چی شبانم. عزیزانی من، شب در بالای جاگت میبرایی، الله گفته خواب رو انشاءالله خدا خواهد. راه میبرایی الله گو خدا خواهد. میخیزی الله گو، میشینی الله گو. شاعر گفته است الله گفتم قند خوردم، دنیا گفتم فن خوردم. من امروز دنیا ها اکا داده کشته شده. امروز جوره است خدا خواهد. 15 سال مبادا در رسی اگر خدا خواهد پلیز زایته گیره خدا خواهد ایف قفاش میشوی. امروز تمام اپاچه و خورد فی متریال جدا، مرده جدا، زنده جدا. یا نصف امروز همسایه به همسایه تیر نمی بندازی. امروز اکاو دادر کاری، اتاو بچه کاری. انا دنیا ای پشی چی ای؟ یگانه فقط پلی خلاص، یگانه منفیت دنیای خلاص. ولی یگان کسی ندیدم که بچه نفته که اگر در توی عرق تی من خواند نمیدم، یا اگر عرق بس نکنی من خواند نمیدم. تاکی چیز نیست، فقط دنیا را. ولی پدران پا پیداش ده که بچه های پلداش الهی ده دوست میداشته، بچه های خدا خواهد بپرشه ایت پدر نیسته. پدر باید که انشاءالله همشه یک گویا بیند، همشه یک گویا نوازش کند. پلدار رو بپرش نه خودی پدر عیب داره. من میگم در وقت شما که نخونوندیش، در وقت چیزا تعلیمش ندادی، یگان دانش کردن نداردیش، یگان پیش ملا برده خدا خواهد کلمه یادش ندادی، امروز قدرش نمیرسه. آره نشه امروز خدا خواهد خورشیدگی بچه ها ما پدر مادر عیب داریم. وقتی که 18 مدره خدا خواهد پول حساب کنه راستی که سرش داری. نفته که به یک دانشکده در خونه یک دیپلم گیره، یک متخصص شوه، فقط در زندگیش عذاب نکشه. دشمنی شما پدر مادر، بچه دشمنش پدر مادره. خدا خواهد توی دبدبه دارو پول کلام کن بچه تا خونون. یا دختر در 50 میلیون نخرد، 10 میلیون نخرش. بچه تا خوشون پوشونش فقط تا مردش مینتدار میشوه. یا نمی امروز بیچاره نمیخورونش، نمیپوشونش انشاءالله، خوب نمیخورونش، بعد جداش میکنی. انی بچه هم خوبه، انی بچه هم بدگنده، گناهگار میشه پیش الله ده. همه بچه یک بچه دنیا آوردش می، مسئولیت در گردن تایمی تربیهش میکنی. تربیه فقط یک خوروندن نیست، آداب یاد دادن در گردن شما است و خدا خواهد خوروندن متخصص کردن در گردن شما است. حضرت جلالدین رومی میگه گر حال نخواهی فرزند را همیشه، بیاموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. اگر خواهی که میگه بچت در دنیا سعادتمند شود، بچت بخناک شود، بچت با آبرو شود، میگه یک و قرآن آموزش. اگر مبادا علم نتونه میگه بعدی وی میگه یگان علم دنیایی هم نتونه و میگه کسب یادش ده. گر حالی نخواهی فرزند را همیشه، بیاموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا بیشه روز کار افتاده، اگر بیشه نداند منتظر است بیل و کلند و تیشه. اگر میگه خونندش نتونستی میگه علم دارش نکردی میگه بعد بیل و کلند و تیشه انا رسیان میگه اکوب میکوبه.
مشقری میکنه برام رفته خدا خیر یک تا پاسرت نیم بشه با پولتا میخره بعد گریسته میگردی با داد گفته خدا خیر مونده تلفن کرده دوم لجوز در عقیبه گو کی دل گو کی داد کسی ما اگر متخصص خوب باشی هیچ کس در کار نیستند لبای تاج که رفته کرده کامیره سبب تا 18 سالگیش خدا خواهد کسب یادش ده پیغمبر بزرگوار میگن الحرفة بری و من الفقر میگه کسب و میگن هنر ای کمبغلی و دورش میکنه دوز نمیشه خدا خواهد مالی کس نه چشمش الله نمیکنه کی داره بات دوملا یا خدا حکومت ما شما ابدار هستیم که بچه هم این کار نکنیم اگر میگه بیل و کلند و تیشه هم ندونه گو خرچرانت در دشت و بیشه بعدم یک خری پسیدگی یک گو خدا خواهد همه آشوش که میگرده همون طبیعتی ها میگذرد آره نشو یک شکایه را خوندم یک آدم از پیش میگه عطر فروش میگذرد بوی عطر که در دماغش میزنه میگه طرف کرده میغلطه آدم ها هرچند مبارزه برنشه یک آدم میگه میشناختش که این آدم در بازار سرگین میفروخت تپک دایی درفته میگه همون و آورده میگه دود کپ بیخ بینیش نمون که میگه شیار شید گفت که چگوجات که گفت این هم کسب کار شوه است گفتم سرگین فروشی است گفت همون سرگین این خوب است یا عطر فروش عطر خوب است برای همین بچه تا اگر دوست داری خوب داری خدا خواهد گفت من بعد آن سخت میرسه لیکن حقیقت ای من امروز چندین بچه ها دعا دارم پدراشکی گوری اتم سوزه که در وقت شما نخونود باور میکنم من بعد گوشم شنیدم که در وقت شما متخصص نکرد علم یاد مونده داد پول شد دریق داشت برا گفت رسیه پول کار کرده بیا گفت من آخر آخر بدر زدم گفت اکا حیات چی در کار برای همین خدا خواهد دبدبه های توی پرتاوه کن بعد خوشورو انشاءالله پوشونش خدا خواهد متخصص های خوبش کن انشاءالله حرمتت بالا می شود همکه اسمی فرزند ناس باغی پدر فرزند بد داغی پدر کاری کنه که خدا خواهد گرامات بیارد تو فقط رحمت از یک ملکه نشتاش اگر یک آدم یک ورش باشه او نشناسن تا مگه که همین فلانچی جان رسا ورچی خوبه دانه پدرش نرحمت مادرش نرحمت گوه 1 کیلو گوش میگیری مبادا بچه گناه داشته یگان جان اگر همین تا گفت زنن نشناسی چی خدا خواهد میگم زمین نکفید که بدرم یا نمی همش وابسته به حیات شما عزیزان من اسلام هم انشاءالله شعارش خواندن ای پیغمبری بزرگوار شبی خدا خواهد یکم قرآن قبول کردگی شو اولین چی بود؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خدا 5 آیت قرآن کریم سوره علق که در پاره 30 است الله محمد یکم امر کرد 3 بار گفتش اقرأ 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 خان گفتش دان نگفت فهم نگفت اقرأ گفت می شیار اسلام همین است خانت باز خانت این شیار محمدی است این شیار یگان مخلوق نیست این محمد علیه السلام جبرائیل 3 بار تاکیدش کرد خان گفت عربا میگن اقرأ اقرأ ایزن اقرأ خان باز خان دیمک اگر دیگه چیز نبود محمد علیه السلام ما را به هم دیمک خواندن میکنیم انشاءالله خدا خوش رو بچه هم نخوانونیم خوش رو تعلیم شدیم یک خونان در سنج منو کتاب و دفتر باشه یکش خدا خدا که سیتب یک تا دفتر که رفته اومد نه یک تا دفتر کتی با هر نکی رفته کشوده بچه تمشا بین دختر تمشا بین چی خونده است از مکتبا فقط لباف خونه خلاص لبلو که مایدیا کم لبلو 1 ساله هم لبلو گور در سری لبلو مرد یک بار خدا خواهد انشاءالله نه خوندنی کلا بس من خوندن متقشم این زن نمیگریزه این دوره های جوانید میگریزه این دوره ها دست میتی خدا خواهد انشاءالله باید پشیمون میشی بعد میگو کلم نمیخپه انشاءالله خدا خواهد یک سوال شده است خدا خواهد انشاءالله جواب میتیم صحبت با پایان میرسانیم درباره عقیقه فرزند سخن کنید عقیقه برادر اهل اسلام وقتی که فرزند به دنیا می آید الحمدلله نعمت بزرگ وقتی که فرزند به دنیا می آید اولا وظیفه ما و شما انشاءالله خدا خواهد چی است یکم انشاءالله خدا خواهد نام نیک موندن است نام خوب مونه انشاءالله بچه هاتون عزیزانی من نامای مونه که خدا خواهد پگه در پیشگاه الله هم خجالت نشوند پگه به این نامات دعوت کرده میشین تدعون یوم القیامت بی اسماء پیامبرتن روز قیامت به ناماشو فریاد کرده میشه نزد محکمه سودی عبدالله بیا عبدالرحمن بیا گوهر عبدالحکیم محمد صادق محمد یوسف بیا گوهر که از نامش فخر کنه انشاءالله خدا خواهد
دیگرش در گوش راستش اذان، در گوش چپش قامت گفتن است. عزیزان من این هم سنت است. خداخواد کسی که این چیزا میگه شیطان ملعون مرجوم مردود با بچه نزدیکی نمیکند. بعد روزای تاق مثال یعنی 7 13 21 یعنی عقیقه کردن است. عقیقه معناش موی سری همون کودک گرفتن عقیقه میگن. برای چی موی سری هم گرفتن؟ چون که تمام زیر موی سرش یعنی کسلی ها بده. وقتی که ما همون موی سر میگیریم الله سبحانه و تعالی از کسلی و جوان دور میکنه است. همون قیمتی همون موی سر خیر کردن است، احسان کردن است. عزیزان من یعنی موافق همون یعنی موی سر خداخواد گرمش میمونه که کشیده نمیشد گرم شمول لیکن تخمینا 500,000 می 600,000 خداخواد یک قیمت طلا خداخواد یک گرم مونده انشاءالله خداخواد هوا بعد برای کودکا خیر میکنین. مبادا در اطرافات باغچه ها باشد الحمدلله، یگان کودک های محله ها باشد انشاءالله. برای بچه 2 گوسفند، برای دختر 1 گوسفند کشتن عقیقه میگن. یعنی همین گوسفند ها کشته میشوند در راه الله سبحانه و تعالی خیر احسان کردن. یک تا میگد یعنی با میگد سنت، یک دست شمی، یک پاچیک شمی، همون محلند یگان انشاءالله آدمی کلان سال باشد و این داده در حق کودک دعا گرفتن است. عزیزان من همین عقیقه خودش توی است. بعد این پخته گوشت گی با خدا خواهد امروز عقیقه کرد 2 تا گوشت با 1 سال بعد با توی ختنه میگفته نبیست ختنه شد بعد بیمار کنگی دیگه توی نیست. همین خودش 2 گوسفند حسابش کاخی هم اولاد جمع کنی خدا خواهد 10 میلیون پول میروه خودش بس اوی توش خدا خواهد انشاءالله با گشته من توی میکنم تخت عذاب نته خدا خواهد. یک وقت چیفتی بعد چوک شمه بری. من در عربستان کودک به دنیا اومد در همون 7 روزگی 13 14گیش ختنش میکنن چون که هواش معتدله. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تا 4 سالگی ختنش بجا بیاره درست گرفته چون که ما زمستون تابستون فصلامو دیگرگون میشه و دیگرگون نمیشود و یا درا چیکارش میکنن ختنش میکنن. مانده انشاءالله سنت خدا خواهد تا 3 سالگیش خدا خواهد چیکارش که ختنش که بجا بیارو که خدا خواهد کلان شود انشاءالله وقتی زنگیش نباید تویش میکنی دیگه توی شرط نیست. با خدا خواهد اسراف بیده نکن، اسراف حرامه خدا خواهد انشاءالله. بجای و میگم که با خدا خواهد مرتبه بچه که تا که خونونه این استدرارش علما جدا نکن، علم دنیاوی علم آخری نگو، همش علم الله های، همه علم الله دادگی خدا خواهد. همین خیل نادان آدامله های پیشینه همین خیل موی سفیده همین خیل طبقان دا جدا کرده. من امروز ما به علم موندم، امروز خدا خواهد به درجه موندم بچه همو خار زار. امروز اروپا خوشمو در خیتای خوشمو در گرمانیا یاپونیا انده وای زوره وای چیزا ما براره ما که بچه در خونم خوش رو یا متخصص زورش که خدا خواهد چه بولتا چه برادرش. من الحمدلله امروز ازبکستان من در اکثر توجه در اخبارات دارم. البته جوانان امروز بسیار چیزا اختراع دارن الحمدلله بیادت شکر. ما هم که خدا خواهد انشاءالله بیدار شما که ما و شما بچه هم خوش رو خونیم خوش رو پوشونیم خوش رو انشاءالله خدا خواهد ویج کنیم متخصص های زورش کنیم انشاءالله خدا خواهد. کنین در یک دمگاه پریزیدنت خدا خواهد 5 تا شرقاباتی کار کنه این فخری ما و شما یا نمی خدا خواهد اینجا عوض میشوه چون که هیچ نباشم یک بار پریزیدنت کردی صحبت میکنم میگم جای من شرقابات دیگه جا هست. هر سال همون دایره میبره بیچاره در زیستو میگه خدا گات کم میگه تشتا میبره دیده که اوشته نیست متخصص بعد گریسته میگرده بعد نقطه میگردیم من فلان جا متخصص دار عوض میشاد یا ما درد ما میستگی نداریم بیا که بیدار شد عزیزانی من. خونم خدا خواهد دانشکده خونم برات در وزیر شد دمگاه پریزیدنت خدا خواهد کار کنه انشاءالله این وطن آواد میشه خدا خواهد انشاءالله. همه حیات پیشرفت به حرکت است عزیزانی من. حرکت میکنی میپری میچری میگن کو میپری خدا خواهد میچری 5 وقت نمازک تا خون انشاءالله گناه نکن. خدای تعالی خدا خواهد زیادی کاری شما نیست، کاری شما دوست میداره. کارگر خدا خواهد جوانه که خدا خواهد کار دست میاو کار نکنه و خدا دشمن میداره. دشمنی خدا هستی کسی که دست کار میاو گدایی که نبومده کوچه و کوچه من در بردنون تگو این گناه کبیره نکی کاره. خدا خواهد انشاءالله چیکار کن حرکت که زندگی پیش بر حرکت که خدا خواهد. یا همین برادر همین قدر خونه با چیکار مجبور دوید مجبور پرید مجبور حرکت کرد خدا خواهد.
3 سال 4 سال بچه ها جدا شد خدا خواهد جارم من آورد منم داشته من شما کشیدش منم مزده که نگفته خدا خواهد ای بدن نشو همه چیز نیکی به حرکت نیکی خدا خواهد انشاءالله حرکت که نیکی خدا خواهد لیکی 5 وقت نماز خون کار گفتن نماز نخونی پیش خدا نگناهگار هستی یاد نبرار نماز بامداد نخون تا پیشینه کار کن پیشینه خون تا عصر کار کن عصر خون تا شام خون تا خفتن خدا خواهد پیش بچکش ندمگی چی در کار خدا خواهد مسافرت همه این بچکشات بیچاره دیدار زیر نیست یا های می خدا خواهد این بیچاره همه محتاج پدر بعضی وقت کوچنگی هم خدا خواهد دیده دلش گم زسته بیچاره بچه ها تو همین حتم باشه میبینم در دستکاشو چیزو چاره هم میبرن و بیچارکا دلکاش گم میزنن چی در کار خاری چی در کار زاری خدا خواهد برفتیم زمستون برا بهار برا زمستون بیا آیلت برپا که تربیه که بچه‌کات خونن دخترکات تربیه خوب ته خدا خواهد انشاءالله یک بار برفته وشنی خدا خواهد 10 سال 5 سال گم شده اینجا اونجا خودت خار اینجا این خار بیچاره اینجا اینا زار خدا خواهد پدرک پدرک هر روز چشمکش در در مادرک چشمش در این حیات شیرین نیست بیا خدا خواهد خدمت چه بکن بعضیش خدا خواهد 70-80 دومده بچه گرفته گشته این نامردی کس من مرد نامرد میگم خدا خواهد صدای من بشنه نامرد کسی که پدرش خار میکنه نامرد کسی که مادرش خار میکنه عزیزانی من بیا در دوام پیرش خدمت چه که او پول میوی او چیز میوی خدا خواهد لیکن پدر مادر نمیوی حوره نشو یک پادشاه بچهش میمرد گریه نمیکند زنش میمرد گریه نمیکند وقتی که اکش میمرد گریه میکند میگم پاشای عالم چی گپه زنت مرد گریه نکری بچه‌ت مرد گریه نکری اکت مرد گریه داری گفت زن یافتن ممکن بچه یافتن ممکن یکی اکمکی به دنیا میاره حتی اپم نیست قدر دیگر در زندگی که خدا خواهد انشاءالله یا دیگر حرمت که عزت که خدا خواهد انشاءالله چنان زندگی کنه که خدا خواهد آدم آرزو کنه زندگی شما در اینجا صحبت با پایان میرسیم عزیزانی من با خدا مناسب بینه یک روزهای خوب و شما عزیزان هم صحبت میشیم لیکن همه ما که خدا خواهد به پیش حرکت به پیش کرده طاعت عبادت زندگی های خوب کارهای خوب یا دیگر حرمت کرد دیگر عزت کرد خدا خواهد انشاءالله قدیرت نرسیم انشاءالله سعادت دو دنیا در خدا خواهد انشاءالله مائل میشیم به یک غزل صحبت خدا خواهد امروزه به پایان میرسونیم درباره لا اله الا الله یک غزل است انشاءالله قرائت میکنیم و انشاءالله نوبت به قاری عزیز میتیم انشاءالله خدا خواهد یک تلاوت میکنن بسم الله الرحمن الرحیم هر سحر خیز و بیادی دوست یک فریاد کن خانه دل را به ذکری لا اله آباد کن هر سحر خیز و بیادی دوست یک فریاد کن خانه دل را به ذکری لا اله آباد کن ذات پاکی و طلب اندیشه بنیاد کن مرگ را گر می توانی هر زمان یاد کن ذاتی پاکی و طلب اندیشه بنیاد کن مرگ را گر می توانی هر زمان یاد کن بندگان را کاتبیم سرعت نمود است از ازل حاصل دنیای خود را چیست از بحری اجل بندگان را کاتبیم سرعت نمود است از ازل حاصل دنیای خود را چیست از بحری اجل گر خدا را بنده ای تو مصطفی را امتی جلوه ها بسیار مکن که عاقبت پرکنده ایم گر خدا را بنده ای تو مصطفی را امتی جلوه ها بسیار مکن که عاقبت پرکنده ایم
مرد ظالم در قیامت غارتی جان می کند. گر تو شاهی عالمی بر خاک یکسان می کند. مرد ظالم در قیامت غارتی جان می کند. گر تو شاهی عالمی در خاک یکسان می کند. در لبی دریای عصیان الها بسته ایم، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. در لبی عصیان، در لبی دریای عصیان تخته بندم کرده ایم، باز میگویی که دامن تر مکن هوشیار باش. در لبی دریای عصیانم خدایا دستگیر، از گناهی خود پشیمانم خدایا دستگیر. در لبی دریای عصیانم خدایا دستگیر، از گناه کرده پشیمانم خدایا دستگیر. هر سحر خیز و بیاد دوست یک فریاد کن، خانه دل را به ذکر لا اله آباد کن، خانه دل را به ذکر لا اله آباد کن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. مقبول تلاوت قرآن شنود حضرت رحمان جل جلاله، آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل ذبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله و برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برهان امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه و بگذشتگان این منزل و مکان، به کسان بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، هم اهل خاندان، همی دیار نگذشتگان خدا رحمت کند، جاش جنت خالص الله صاحبش بخشیدیم. ای پاک و پروردگار آنچه خیر ارسانه که این کادگانی خانه پیراستند، خدا آن را به درگاه خود قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی، در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات. امی اهل جمعیت و خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیاوی، خدا آن را به فضل و کرامت برآورده خیر بگردانی. همین دو نوجوانی که یعنی جفت شدن، خدا آن را بین آنها محبت پیدا نمایی، در آینده فرزندهای صالح و صالح از خزائن غیبی خودت کرامت نمایی و چون این روزی خرسندی را به کل خاندان ما نصیب بداری. هر کی را حاجات است مقصود است، خدا آن را به فضل و کرامت برآورده خیر بگردانی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شامد نوری دیده تا دیسه.